اگر یک فرد همیشه و دائم در فکر باشد که من نمیتونم، امی ذهن انسان یک سیستم برنامه ریزی شده است. پس دوستان عزیز، به خاطر ازی که ما بتوانیم رشد کنیم، یک شخصیت اثرگذار در اجتماع باشیم، یک شخص موفق باشیم، پس باید تصمیم گیری های آگاهانه داشته باشیم. ابن خلدون میگوید جامعه که انتقاد پذیر نباشند گرفتار رکود جدی و فساد می شود. رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار و پدر فقیر در کتاب خود خیلی زیبا نوشته است. او میگوید که آنچه یاد میگیری به دیگران نیز یاد بده. این کار باعث می شود تا خودت و دیگران رشد کنید. چرا خیلی از انسان‌ها هر روز قوی‌تر، باهوش‌تر و موفق‌تر می شوند، اما بعضی‌ها با همان تلاش، با همان زحمت، با همان پشتکار در همان نقطه‌ای که هستند باقی می‌مانند؟ آیا راز رشد، موفقیت و اثرگذاری در کارهای بزرگ است؟ یا هم نه؟ یا در کارها و عادتهای کوچکی که هر روز تکرار میکنیم و اصلا ما آنها را جدی نمیگیریم؟ به نام یاد خدا. سلام و وقت بخیر بینندگان نهایت عزیز. امید دارم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. به یک دیگر از برنامه‌های اوج خوش آمدید. در این برنامه به بررسی موضوع کاربردی، مهم و بروز خواهیم پرداخت و با پرسش‌های فوق که همواره ذهن‌های ما را درگیر خود کرده است پاسخ داده و راه‌حل‌های دقیق را برای آنها پیدا خواهیم کرد. موضوعی که امروز ما در اوج روش بحث می‌کنیم موضوعی بسیار مهم، موضوعی که واقعا خیلی ها پاسخ‌های در ذهن خود در رابطه با این موضوع دارد، اما تا امروز نتوانستند جواب موثق، جواب بنیادی و جواب اساسی را به خاطر حل کردن این مشکل پیدا کنند. موضوع برنامه امروزی ما تحت عنوان 20 عادت اتمی برای مسیر رشد و اثرگذاری است. ما همین موضوع مهم و کاربردی را می‌خواهیم در 4 بخش جداگانه تحلیل و بررسی کنیم. اول عادت‌های ذهنی، دوم عادت‌های رفتاری، سوم عادت‌های یادگیری، چهارم عادت‌های شخصیتی و اجتماعی. ببینید دوستان عزیز، ما اگر می‌خواهیم در زندگی رشد کنیم، اثرگذار باشیم، تحول و انقلاب در شخصیت ما ایجاد شود، باید این 20 عادت را که من برای شما ارائه میکنم در وجود خود، در شخصیت خود عملی کنیم تا ما بتوانیم در زندگی خود یک شخصی باشیم که همیشه رشد کرده و در بین اجتماعی که زندگی میکنه یک شخصیت تاثیرگذار، یک شخصیت مفید و یک شخصیت کاریزماتیک داشته باشد. میم روی موضوع اول که عادتهای ذهنی صحبت میکنیم. عادتهای ذهنی به آن دسته از طرز فکرها، الگوهای فکری و شیوه های تحلیلی ذهن گفته می شود که انسان به صورت تکراری و ناخودآگاه از آنها استفاده می کند. به زبان ساده تر تعریف دیگر برای عادتهای ذهنی است که عادتهای ذهنی یعنی شیوهی که ما هر روز فکر می کنیم، قضاوت می کنیم و به دنیا نگاه می کنیم. ذهن انسان مثل یک سیستم برنامه ریزی شده است. هر فکری که زیاد تکرار شود به مرور زمان به عادت تبدیل می شود. مثلا می خواهیم مثال بدهیم. اگر یک فرد همیشه و دائم در فکر باشد که من نمی توانم، امی ذهن انسان یک سیستم برنامه ریزی شده است. هر زمانی که یک فکر زیاد تکرار می شود به مرور تبدیل می شود. زمانی که ما امین کلمه نمیتونم را تکرار میکنیم، در هر کار خود همین موضوع را اشاره میکنیم، پس ذهن ما با یک عادت بد منفی روبرو میشود که همین را برای ما تکرار و مرور میکند. زمانی که ما میخوایم کار را انجام بدهیم، همین موضوع باعث میشود که تو انگیزه موفقیت شدن، انگیزه رشد را نداشته باشیم. برعکس خیلی از افراد هستند که همیشه با این فکر میکند که من میتوانم، من میتونم موفق شم، من میتونم این کار را انجام بدم. این میشود یک عادت ذهنی مثبت و رشد دهنده. پس رفتارهای ذهنی برای رشد خیلی اساسی و کلیدی است. همین رفتارهای ذهنی ما و شماست که به خاطر دست یافتن به اهداف خود،
به خاطر دست یافتن به رسیدن به برنامه‌های خود، به خاطر پا گذاشتن، قدم گذاشتن در مسیر موفقیت ما را راهنمایی می‌کند. همین عادت‌های ذهنی باعث می‌شود که ما رفتارهای ما شکل بگیرد، تصمیم‌های ما را هدایت می‌کند. در نهایت امین عادت‌های ذهنی، در کل عادت‌ها می‌تواند سرنوشت ما را بسازد. یک جمله عالی داریم، ما میگیم که ما با کارهای ما زندگی نمی‌کنیم، بلکه با فکرهای ما زندگی می‌کنیم. خب حالا روی 5 عادت اتمی صحبت می‌کنیم. این بود تعریف از عادت ذهنی. پس می‌بینیم که امین 5 عادت ذهنی اتمی چیست که یک فرد آن را در وجود خود، در شخصیت خود عملی کند و میتواند به مسیر موفقیت پا بگذارد و بتواند به برنامه‌های، اهداف و پلان‌هایی که در زندگی خود دارد برسد و بتواند یک شخصیت تاثیرگذار در اجتماع خود باشد. اولین عادت ذهنی ما تصمیم گیری آگاهانه است. یعنی توانایی فرد در انتخاب بهترین مسیر یا اقدام بر اساس درک کامل از اطلاعات، احساسات و پیامدها بجای تصمیم‌های عجولانه یا احساسی. یا هم قبل از این که ما کار را انجام می‌دهیم، به کار شروع می‌کنیم، در قدم اول فکر می‌کنیم. او موضوع را به طور کلی بررسی می‌کنیم. بعد انتخاب می‌کنیم که باید به کدام مسیر ما قدم بگذاریم، تصمیم‌های خود را ما چگونه بگیریم. روانشناسان به این عقیده هستند، به این معتقد هستند که ساختار ذهن و مغز انسان در تصمیم گیری 2 مسیر دارد. یکی مسیر سریع و دوم مسیر عمیق. در مسیر سریع ما زمانی که تصمیم میگیریم فوراً احساساً تصمیم گیری از طرف ما می شود. اما در مسیر عمیق ما منطقی و آگاهانه تر ما میتونیم تصمیم های خود را بگیریم. ببینید در اجتماع فعلی که ما زندگی میکنیم، شاید در فامیل هایی که ما هستیم یا در جای کاروبار و زندگی ما شما که است، خیلی از افراد، خیلی از جوانان، خیلی افراد از اجتماع دائما تصمیم های عجولانه میگیرند. دائما مسیر اول یا مسیر سریع را تعیین میکند. مسیر سریع را انتخاب میکند. در هر مرحله زندگی احساساتی و فوری تصمیم میگیرد. امین تصمیم های فوری، امین تصمیم های احساسی، امین تصمیم های عجولانه دائما سبب می شود که ما در زندگی خود ناکام شویم و ما نتونیم به اهدافی که داریم در زندگی دست پیدا کنیم. اما برعکس انسان های موفق دائما به این نظر هستند که باید ما مسیر دوم، مسیر عمیق، مسیری که باید منطقی باشد، مسیری که باید آگاهانه باشد، با آن مسیر ما پا بگذاریم، با آن مسیر ما تصمیم های خود را بگیریم. همین باعث می شود که یک فرد بتواند تصمیم هایش را منطقی بگیرد و با همان تصمیم ها رو به موفقیت، رو به اثرگذاری، رو به رشد برود. میدانید بیشتری از اشتباهات زندگی ما و شما تصمیم های عجولانه است، نه کمبود آگاهی، نه کمبود توانایی و نه هم کمبود مهارت ها یا هم کمبود استعداد. زمانی که ما و خود تصمیم های عجولانه میگیریم، در میانه راه ما میفتیم، چون تصمیم های ما از روی احساسات فوراً تصمیم گرفتن و یا تصمیم های عجولانه باعث شکست ما و خودت می شود، باعث سازی می شود که ما در مسیر که روان هستیم رشد نکنیم. به دوستان عزیز سر بزنیم به تاریخ اسلام، به سیرت پیامبر بزرگ اسلام. سال 6 هجری است و پیامبر بزرگ اسلام با 1400 نفر از صحابه به خاطر ادا کردن حج عمره راهی مکه مکرمه می شوند. زمانی که به مرزهای مکه مکرمه می رسند، قوم قریش یا مشرکین عرب از این موضوع آگاه می شوند. پیامبر بزرگ اسلام به خاطر جنگ به مکه نرفته بود، به خاطر ادا کردن حج عمره رفته بود. زمانی که اجازه نمی دهد، بعد از یک سلسله گفتگوها میان هر دو جانب یا میان هر دو طرف، موضوع صلح حدیبیه پیش می شود. کفار یک سلسله قواعد و قانون را به پیامبر بزرگ اسلام پیش می کند. او قوانین چی بود؟
قوانین اولش چی بود که باید پیامبر بزرگ اسلام با جمع 1400 نفر از صحابه‌ای که به خاطر ادا کردن حج عمره به بیت الله شریف یا به مکه مکرمه آماده اند، باید دوباره بدون ادا کردن حج عمره به یثرب یا مدینه برگردند. موضوع دوم، شرط ظالمانه‌ای که برای پیامبر بزرگ اسلام مانده بود این بود که زمانی که از مکه مکرمه هر فرد دین مقدس اسلام را قبول می کند و به پیغمبر بزرگ اسلام پناه می برند، باید دوباره به مردم عرب یا به قوم قریش یا به بزرگان مشرک که در آن زمان بودند تسلیم شود. اما زمانی که از مدینه منوره به مکه مکرمه کسی پناه بیارد، مکه مردمان و مشرکین مکه مجبور نیستند که او را دوباره به پیامبر بزرگ اسلام تسلیم کنند. موضوع سوم، 10 سال آتش بس باید میان مکه و مدینه، میان پیامبر بزرگ اسلام و مشرکین عرب یا همان بزرگان قوم قریش باید آتش بس باشد. زمانی که این موضوعات با پیغمبر بزرگ اسلام پیش می شود، خیلی از صحابه با پیغمبر بزرگ اسلام این نظریه را می دهند که یک تعهد، یک صلح حدیبیه واقعا ظالمانه است و او را ظالمانه دانستند. حتی پیشنهاد جنگ و پیشنهاد مبارزه با مردم مکه مکرمه را کردند، اما مشرکینی در آنجا زندگی می کردند. محمد صلی الله علیه و سلم از یک تکنیک عالی، از یک تصمیم گیری آگاهانه اینجا استفاده می کند. فوری تصمیم نمی گیرد، احساسی تصمیم نمی گیرد. آنجا یک تصمیمی می گیرد که بالای تاریخ دین مقدس اسلام واقعا تأثیر هنگفت را وارد کرده است. همان تصمیم عادلانه بود. پیامبر با جمع از صحابه برگشت به مدینه. 10 سال صلح، پیامبر بزرگ از این نقطه به نفع اسلام استفاده کرد که بر کمتر از 2 سال دین مقدس اسلام بسیار رشد کرد. مکه مکرمه بدون هیچ جنگ فتح شد. همین تصمیم آگاهانه پیامبر بزرگ اسلام بود که توانست یک راه عالی را به خاطر پیشرفت دین مقدس اسلام انتخاب کند. برعکس، اگر جنگ میشد، چقدر صحابه شهید میشدند و دین مقدس اسلام چقدر ضرر داشت. اما تصمیم آگاهانه باعث شد که اینا پیشرفت کنند. ما یک مقوله داریم، گاهی یک قدم عقب نشینی آگاهانه در واقع 10 قدم پیشرفت در آینده است. ببینید دوستان عزیز، ما روزانه 10 تصمیم میگیریم. فرض کنید صبح بیدار شدن یا خواب کردن. زمانی که ما صبح از خواب میخیزیم، ما صلاحیت داریم میخوایم خواب شویم یا از خواب برخیزیم. اما اگر میخواهیم موفق شویم، ما تصمیم آگاهانه میگیریم. صبح سحرخیز میباشیم، به کارهای خود میرویم. در طول روز ما صلاحیت داریم مطالعه کنیم یا وقت گذرانی کنیم که هیچ فایده‌ای به ما شما نداشته باشد. تصمیم آگاهانه کدام است؟ ما میخواهیم مطالعه کنیم تا بتونیم یک نفع به خود، یک نفع به جامعه، یک نفع به کشور خود برسونیم و بتونیم که خود را آگاه کنیم و علم را کسب کنیم. در کارهای روزمره ما واک و صلاحیت داریم که تلاش کنیم یا تعلل یا هم شما با تنبلی در آغوش تنبلی پناه ببریم و تنبل باشیم. اینجا صلاحیت داریم. تصمیم در دست خود ما و شماست. ما و شما تلاش میکنیم به خاطر رسیدن به اهداف خود، برای رسیدن برای رشد، برای رسیدن برای تاثیرگذاری در جامعه، یک شخص مفید در جامعه. حالا ببینید، ما با تصمیم‌های عالی که گرفتیم، صبح وقت بیدار شدیم، مطالعه کردیم و همیشه تلاش کردیم. همین تصمیم‌های آگاهانه باعث میشه که ما شما موفق شویم. پس بین فکر و عمل یک لحظه است. اینجا سرنوشت‌های انسان ساخته می شود. اینجا سرنوشت یک فرد ساخته می شود. پس دوستان عزیز، به خاطر از اینکه ما بتوانیم رشد کنیم، یک شخصیت اثرگذار در اجتماع باشیم، یک شخص موفق باشیم، پس باید تصمیم گیری های آگاهانه داشته باشیم. موضوع دوم، یادگیری مداوم است. انسان همیشه در حال یاد گرفتن باشد، نه فقط در مکتب، نه فقط در دانشگاه، بلکه در تمام زندگی. یعنی هر روز چیز نو، چیز جدید را یاد بگیریم، مهارت های خود را بهتر بسازیم، از تجربه ها و اشتباهات و حتی از دیگران بیاموزیم. یا به طور عامیانه گفته میتونیم که یادگیری مداوم یعنی هیچ وقت نگو من کافی یاد گرفتم، بلکه همیشه بگو من میتوانم روز به روز بهتر و خوبتر شوم.
دوستان عزیز، ما در عصر زندگی می کنیم که تغییر از هر زمان سریعتر است. چیزی که دیروز ارزشمند بود امروز هیچ ارزش ندارد. هر لحظه تکنولوژی جدید، ایده جدید، مهارت جدید ظهور می کند. فرض کنید اگر ما خود را تغییر ندهیم، اگر ما به خاطر تغییر خود کار نکنیم، اگر ما روزانه چیزهای جدید را یاد نگیریم، ای باورمند باشین که جهان ما را کنار میزند، دنیا ما را کنار میزند. ما زمانی که به چیزهایی که دنیا نیاز دارد، به چیزهایی که جهان نیاز دارد، به مهارت‌هایی که جهان نیاز دارد، ما تو خود را برابر نسازیم، روزانه چیزهای جدید یاد نگیریم، جهان هیچگاه ما تو را در نظر نخواهد گرفت و ما شما را کنار میزند. مثلا دیروز یک دکان کافی بود، مشتری خودش می آمد از دکان خرید میکرد، اما امروز تجارت آنلاین بازار اصلی و اساسی رو تشکیل داده است. مهارت های دیجیتال ندانی تو نمیتونی یک تجارت خوب داشته باشی، حتی تجارت شاید به ناکامی روبرو شود. فرض کنید قبلا تایپ کردن در کامپیوتر یک مهارت بود، اما حالا ببینید دنیا چقدر پیشرفت کرده. دنیای دیجیتال به سرعت بسیار تیز در کجا رسیده است. هوش مصنوعی است. ما میخوایم به زودترین فرصت تایپ کنیم، صدای خود رو به هوش مصنوعی میدهیم، در ظرف چند ثانیه یا هم کمتر از یک دقیقه برای موضوع میتونه که صفحات به ده صفحه را برای موضوع بنویسه و تایپ کند. یعنی چیزهای ارزشمند دیروز با تأثیراتی که تکنولوژی دنیای دیجیتال کرده است و تغییرهای بزرگ در جهان آمده است، امروز او ارزش‌ها هیچ اهمیتی ندارد. مثلا یک فرد قبلا حسابدار یک سازمان، حسابدار یک شرکت یا هم حسابدار یک دفتر بود، مدیر مالی یک دفتر بوده باشد. حالا پروگرام‌های خیلی قوی، سافتورهای خیلی قوی است که میتونه در کمتر از یک دقیقه یا در دقیقه های خیلی کم خوبتر و بهتر بازارها مسئله مالی را یا هم در یک دقیقه بیشتر از محاسبه صدها هزار را بیشتر و خوبتر از بشر انجام بدهد. ببینید انسان نیازمند است که باید مهارت‌های جدید بیاموزد. انسان نیازمند است که باید مهارت‌های نو بیاموزد تا بتواند با جهان همسان یکسان روان باشد. ببینید دوستان عزیز، نبود یادگیری مداوم یک چالش بزرگ برای بشر است، به خصوص برای نسل جوان. ببینید خیلی از جوانان به این نظر هستند که ما بیکاری زیاد است و بیکاری در فرض کنید کشور خود را ما مثال بدهیم که در اجتماعی که ما زندگی میکنیم بیکاری بسیار زیاد است. در اصل موضوع یک چیز دیگر است. موضوعی است که ما نتوانستیم مهارت‌های خود را با نیازهای جهان برابر کنیم. ما نتوانستیم چیزهایی که جهان، چیزهایی که عصر کنونی ضرورت دارد، ما آنها را براش برابر کرده، آن مهارت‌ها را کشف کرده و بتانیم به ضرورت‌های جهان بله گفته و ما شما بتانیم که یک کار پیدا کنیم. ما بتانیم که در بازار دیجیتال، بازارهای آنلاین کار کنیم. ما بتانیم دیگه مهارت‌ها را کسب کرده و بتانیم کار کنیم. ببینید دوستان عزیز، ربات‌های امروز به بسیار سرعت در حالت رشد و پیشرفت هستند. امروز شاید ما شما دیده باشیم که خیلی از ربات‌هایی که در جهان ایجاد شده میتونه کارهای بشر را انجام بدهد. حتی اگر ما نتوانیم مهارت‌های جدید یاد بگیریم، شاید همین ربات‌ها روز جای من و شما را بگیرد. امروز شاید خیلی پروسیجرهای سخت طبابت توسط ربات‌ها انجام شود. امروز شاید همین ربات‌ها بتونن یک وکیل مدافع خوب باشد. امروز شاید همین ربات‌ها بتواند دهها کاری که قبلا بشر انجام میداد اینها خوبتر و بهتر انجام بدهد. به گفته از بیل گیتس میگه من روزانه یک کتاب را مطالعه میکنم و چیزهای جدید و نو را یاد میگیرم تا بتوانم با جهان یکسان روان باشم و به رشد و موفقیت دست پیدا کنم. موضوع سوم دیدن یا پیدا کردن فرصت‌ها در اوج مشکلات است. یکی از عادتهای بد نسل جوان ما همیشه ای بوده که ما دائما سردرگم هستیم. ما با سردرگمی روبرو هستیم. با آمدن یک مشکل ما راه خود را گم میکنیم. ببینید دوستان عزیز، زندگی هیچگاه بدون مشکل نیست. زندگی بدون مشکل وجود ندارد. اما افراد موفق کسانی هستند. افراد موفق
فرقشان با افراد ناموفق در کجاست که اینها میتواند همین مشکلاتی که در زندگیشون آماده است از همین مشکلات راه حل پیدا میکند. در مشکلاتی که قرار دارد به خاطر پیدا کردن فرصت‌ها و از بین بردن چالش‌ها افراد موفق دائما کار می‌کند تا بتواند همین مشکلات را مهار کند و در اوج مشکلات، در اوج سردرگمی بتواند برخیزد و با موفقیت و با اهدافی که در زندگی دارد دست پیدا کند. به گفته از روانشناسان مغز انسان همیشه تمایل دارد مشکلات را تهدید ببیند. ما باید به تمرین مغز خود را تربیت کنیم، در مشکلات راه حل پیدا کنیم. یعنی این مربوط خود ما می شود که ذهن خود را چگونه آماده می کنیم، مثبت اندیش باشیم یا منفی اندیش. زمانی که ما به یک مشکل روبرو می شویم، زمانی که در زندگیمون یک مشکل داخل می شود و می آید، این مربوط خود ماست که ما ذهن خود را چگونه تربیت کنیم. با این چالش ها و مشکلات مبارزه می کنیم و یا هم برعکس در مقابل از شکست را قبول می کنیم. روزی یکی از دانشمندان یک تجربه خیلی جالب را انجام می دهد. او یک ظرف شیشه‌ای را می گیرد، شیشه پر از آب را. در میان امین شیشه یک شیشه دیگر در بین می گذارد و به دو حصه مساویانه را تقسیم می کند. داخل هر دوی از آب می ریزد. در یک طرف ماهی های کوچک را می اندازند، در پالوی دیگر ماهی های بزرگ را می اندازند. ببینید زمانی که ماهی‌های بزرگ متوجه ماهی‌های کوچک می شود به طور با سرعت بسیار زیاد به طرف شیشه حرکت می کند، می خواهد که همین ماهی‌های خرد را باید بخورد، اما که وقت به نزدیک شیشه می رسد با شیشه اصابت کرده و دوباره همان شیشه اجازه نمی دهد که باید ماهی کوچک را بخورد. همین عمل تکرار مکررن تکرار می شود. ماهی‌های کوچک به این طرف نمیاند چون با شیشه اصابت می کند، بزرگ هم با شیشه اصابت می کند. تجربه بسیار عالی دوستان، متوجه این موضوع اگر باشیم، موضوعی است که ما اگر میخواهیم که ذهن ما را مثبت اندیش بسازیم باید مکرر ما کارهای مثبت انجام بدهیم، فکرهای مثبت انجام بدهیم. روز میرسد که امین دانشمند که این تجربه را انجام میدهد شیشه که در بین ماهی‌های کوچک و بزرگ است میورداند. اینجا متوجه یک عمل عجیب عجیب می شوند. ماهی‌های بزرگ به بسیار شدت میاد، زمانی که به نزدیک شیشه میانه ظرف آب می شود دوباره خودش واگشت می کند می رود. یعنی ذهن ماهی‌ها به همین ترتیب جور شد و آماده شده است که در اینجا شاید تو با چیز اصابت کنی. دائما شیشه در بین دیگر نیست، اما ماهی‌ها به همان فکر تا همون شیشه می رود و دوباره برگشت می کند. پس مشکلات نه پایان راه بلکه مسیر رشد و کشف فرصت هاست. در سخت‌ترین شرایط دنبال فرصت ها باشیم، نه شکست. موضوع چهارم، تمرکز بر یک کار در لحظه. دوستان عزیز اگر توجه کرده باشید اکثریت از جوانان ما یک هدف مشخص، یک مسیر مشخص یا هم یک برنامه مشخص ندارد. در یک لحظه بالای 10 هدف کار می کند، بالای 10 هدف فوکسش است و کار می کند. تمرکز بر یک کار یا یک هدف یعنی در کل این مفهوم را ifade می کند که تمام توجه انرژی خود را روی یک کار در یک زمان در زمان حال گذاشتن بدون فکر همزمان به گذشته، آینده یا کارهای دیگر. ببینید دوستان عزیز، یک مشکل بسیار اساسی در اجتماع ماست که ما هیچگاه نتوانستیم روی یک هدف کار کنیم. خیلی از جوانان ما هستن، ما شاهد هستیم که بجای از اینکه یک هدف یک مسیر مشخص را انتخاب کنن دائما میخوان در همزمان دو دانشکده را در دانشگاه شروع میکنند. به خاطر یاد گرفتن چندین مهارت اقدام میکند اما نمیتواند یکی از آنها را به سر برساند. پس ما باید همیشه روی یک هدف، روی یک برنامه، روی یک پلان که داریم به خاطر از او کار کنیم. باید ذهن خود را در سردرگمی قرار ندهیم، خود را در مسیری که روان هستیم گم نکنیم. پس باید هدف ما مشخص باشد. پس دوستان عزیز، دلیل اصلی خیلی از ما که رشد نکردیم، یک شخصیت تاثیرگذار نبودیم، اویی بوده که ما نتونستیم یک هدف مشخص داشته باشیم. موضوع پنجم پذیرش اشتباهات است. ببینید دوستان عزیز، خیلی از ما، شما، خیلی از نسل جوان من و خودت دائما که اشتباه می کند، همین اشتباهی که
خلاهایی که در خودش، در شخصیتش، در رفتارش، در کردارش بوده و باعث او اشتباه شده که اشتباه سر بزنه، اما هیچ گاه آن اشتباه را قبول نکردند. دائما اشتباهات را به گردن دیگران انداختند. اگر ما میخواهیم رشد کنیم، اگر ما میخواهیم به اهدافی که در زندگی داریم برسیم، اگر ما میخواهیم یک شخصیت تاثیرگذار داشته باشیم، پس باید اشتباهات خود را قبول کرده و در پالوی از آن اشتباهات درس گرفته برای موفقیت خود کار کنیم. خب دوستان عزیز، میایم روی موضوع دیگر، 5 عادت اتمی رفتاری. ما رفتارها و کارهایی که به طور مکرر و خودکار انجام میدهیم و بدون فکر زیاد جز زندگی ما شده. همین فکرها سبب می شود که ما بتوانیم یک شخصیت مفید و برای رشد ما کمک می کند. پس حالا همین 5 عادت رفتاری را در خود عملی کنیم تا بتوانیم یک شخص تاثیرگذار باشیم. موضوع اول عادتهای رفتاری عملگرایی به جای فکر کردن است. بینندگان عزیز، دوستان نهایت گرامی، جوانان عزیز، چقدر از زمان را صرف فکر کردن می کنیم و چند بار آن فکرها را عملی کردیم؟ چقدر فرصتها را از دست می دهیم چون بیش از حد فکر می کنیم و شروع نکردیم. عملگرایی یعنی شروع کردن و حرکت کردن، حتی اگر هنوز همه جزئیات کامل نیست. این مهارت کلیدی و موفقیت واقعی است. در افغانستان بیشتر از جوانان پر انرژی و با استعداد هستند. دوستان عزیز، فکر زیاد مغز را فلج می کند، اما عملگرایی و عمل کردن انرژی و اعتماد به نفس می آورد. زمانی که ما زیاد فکر کنیم، این باعث می شود که ما زیاد استرس داشته باشیم، اضطراب داشته باشیم یا هم ضعف در پیدا کردن راه حل ها داشته باشیم که یکی از مشکلات جدی در اجتماع ما و شماست. خیلی از ماها، خیلی از جوانان ما امروز دچار زیاد فکر کردن هستند بدون از آن که امین فکرها را بیا جامعه عمل داده به عمل بپردازیم تا نشود امین فکرها باعث خراب شدن خود ما و شما شود. امین فکرها باعث اضطراب، استرس و مشکلات روحی بر ما و شما شود. زمانی که ما کوتاه فکر میکنیم و زود عمل میکنیم، سیستم دوپامین مغز را تحریک میکند و حس موفقیت و انگیزه را فوراً ایجاد می کند. خیلی از جوانان ما امروز هستند که فکر می کند ولی اقدام نمی کند. هر کار فقط شروعش سخت است. زمانی که ما یک کار را شروع کنیم، تضمین موفق شدن 100% است. شروع کار برای همه ما یک ترس و یک وهم خیلی بزرگ شده است. ببینید دوستان عزیز، سخنران زمانی که بالای استیج استاد می شود، مایک در مقابلش و کسانی که بیننده حضور هستند، زمانی که به بار اول بالای استیج میان، اکثریت سخنرانان شاید خیلی ها ویدیو ما رو تماشا کنند و این موضوع یک حقیقت بزرگ است که پاهایشان می لرزد. ترس دارند، هراس دارند از استیج، از مایک یا هم از افرادی که در آنجا هستند، بیم دارند، ترس دارند. اما صرف 5 دقیقه یا هم کمتر از 5 دقیقه اول این تاثیرات وجود دارد، بعدا خودش خوب می شود. بعدا ما می توانیم که دوامدار ادامه بدهیم. یعنی این مثال است برای کسانی که فقط شروع نمی توانند. شروع کنیم، بعد از شروع انشالله هر کار آسانتر و خوبتر می شود. دل کارنگی در کتاب خود میگوید عمل کردن مهمتر از فکر کردن است. هر اقدامی حتی کوچک هم باشد، اعتماد به نفس و مهارت شما را افزایش میدهد. پس از امروز شروع کن به جای فکر کردن. پس از امروز بیا پا به عمل بگذار تا بتانی موفق باشی. پس در کل باید بگیم ما شما به جای از اینکه زیاد فکر کنیم، باید ما شما با فکر کم عمل زیاد داشته باشیم. اگر ما هر قدر پلان‌های بزرگ داشته باشیم، فکرهای بزرگ انجام داده باشیم، اما نتونیم آن را جامعه عمل بدهیم، آن را به عمل تبدیل کنیم، پس ما شما نمیتونیم رشد کنیم. ما شما نمیتونیم به اهداف در زندگی خود تعیین کردیم ما برسیم. موضوع دوم اولویت بندی کارهاست. اولویت بندی کارها یعنی توانایی مهمترین و ضروریترین کارها و انجام آن
قبل از کارهایی که مهم نیستن و کم اهمیت هست. این مهارت باعث می شود که ما همین انرژی و زمان خود را روی چیزهایی صرف کنیم که بیشترین اثر را در زندگی ما و شما دارد، نه اینکه مصروف و در کارهای ما و شما مصروف باشیم که حتی اثر خیلی کمی هم در زندگی ما و شما ندارد. بران تریسی در کتاب خود چیزی با گفته است. او میگوید سخت‌ترین و مهمترین کارهای روز را اول انجام بدهید، دیگه کارها خودش آسان می شود. دیگه کارها باز براتون هیچ سختی نشان نمی دهد و به بسیار خوبی و آسانی حل می شود. مثال، روز یک استاد داخل صنف با یک ظرف شیشه‌ای می شود و ظرف را می ماند روی میز و سنگ‌های بزرگی که با خود دارد داخل آن ظرف شیشه‌ای قرار می دهد. از شاگردان خود می پرسد آیا ظرف پر شد؟ شاگردان جواب می دهد بله ها پر شده است. دوباره ریگ میده‌ای که با خود دارد او را بالای سنگ‌ها اضافه می کند. باز از شاگردان خود می پرسند که آیا ظرف پر شده است؟ میگه نه، بله ها پر شده است. باز از شاگردان خود می پرسند که آیا ظرف پر شده است؟ میگه آب پر شده است. در بار سوم آب که با خود دارد بالای امان سنگ‌ها و ریگ میندازد. همه با هم یک جای در ظرف جای می شود. یعنی اگر استاد اول آب را مینداخت، دوباره ریگ را مینداخت یا سنگ را مینداخت، جای نمیشد و اما آب که از ظرف شیشه‌ای بیرون میشد. یکی از اساسی ترین مشکل جامعه ما اینجاست. یکی از دردهای بزرگ ما همین است که ما اصلا اولویت بندی کارها را درست انجام نمی دهیم. کارهایی که امروز مهم هستند به فردا ماندیم. شاید خیلی از ماها دیده باشیم، خیلی از ما و شما شاهد از این در اجتماعی که زندگی میکنیم باشیم. خیلی از جوانان ما داریم فردا امتحان دارد، اما در قدم اول موبایلش بر از او اهمیت زیاد دارد که باید یک سر به موبایل خود بزند. یعنی مهم ای بود که باید به خاطر فردا آمادگی بگیرد، به خاطر فردا کار کند، اما امروز قبل از اینکه به کار مهم بپردازیم ما شما به موبایل پرداختیم. همینجاست که ما نتوانستیم که ما مسیرهای خود را ادامه بدهیم و به مسیرها و هدفهایی که در مسیر خود قرار دادیم ما شما دست پیدا کنیم. موضوع سوم پیگیری هر کار تا پایان است. ببینید دوستان عزیز، خیلی از جوانان ما، خیلی افراد از اجتماع اول یک کار را شروع نمی توانند. زمانی که به بسیار مشکلات کار را شروع می کند، اما در نیمه راه، در مسیری که روان هست، در نیمه راه خاموش می شود، خسته می شود. از آن اهداف که به پیش گرفته‌اند به خاطر عملی کردن یک هدف خود کار می کند، از آن مسیر ما دست می کشیم، یعنی ادامه نمی دهیم. پیگیری کار در کار یعنی این که وقتی کار را شروع کنی و با سختی ها و خستگی ها و معانه هایی که بالای راهت قرار می گیرد استاد نشوی و به خاطر نتیجه نهایی ادامه بدهی. تا به نتیجه نرسیدی هیچگاه خسته نشویم، مشکلاتی که در مسیر راه بالای ما میاد با آنها ما شما شکست نخوریم. از نظر روانشناسان مغز انسان یا فطرت انسان همیشه خواهان راحتی است، راحت طلب است. به همین دلیل کار در نیمه ها زیاد مانده است. خیلی ها در نیمه راه که کارشان تمام نشده است ماندن. انجلا داکورث در کتاب خود میگوید موفقیت، رشد و اثرگذاری صرف یک استعداد نیست، بلکه به پشت کار و ادامه دادن وابسته است. ما میبینیم خیلی از افراد با استعداد زیاد، با مهارت‌های زیاد در مسیر راه خاموش شدن و مسیرشان ادامه پیدا نکرد، چون اینها ادامه ندادن، تعقیب نکردن، از مشکلات هراسیدن. به گفته ابن سینا دانش زمان ارزش پیدا میکند که به نتیجه برسد. پس هر کار ارزشش زمانی است که ما رو به نتیجه برسانیم. موضوع چهارم انجام کارهای کوچک اما مداوم. ما گاه فکر میکنیم برای موفق شدن باید کار بزرگ، کار بسیار کلان را انجام بدهیم. فکر میکنیم یک روز خاص میآید و همه چیز تغییر میکند، زندگی ما یک تحول بزرگ ایجاد میشود، یک انقلاب در زندگی ما ایجاد میشود. ما منتظر یک فرصت هستیم. اما دوستان عزیز، حقیقت چیزی دیگر است. زندگی با کارها و تصمیمهای بزرگ یک بارگی تغییر نمی کند، بلکه با اقدامهای کوچک اما مداوم می تواند تغییر کند.
ببینید دوستان عزیز، همان 10 دقیقه تلاش امروز، همان مطالعه کردن یک صفحه از کتاب، همان یک قدم کوچک امروز می تواند آینده ات را بسازد. شاید ما و شما خیلی از کارهای ما را تصورش را نکنیم که این کار در آینده برای مفید باشد، اما امین گام های خیلی کوچک کوچک، امین قدم های خیلی کوچک کوچک سبب می شود تا ما با اوج موفقیت برسیم. خیلی از ما و شما منتظر روزهای خوب هستیم، کار نمی کنیم، تلاش نمی کنیم، منتظر فرصت ها هستیم، در حالی که این اشتباهی خیلی بزرگ است. گام های کوچک امروز می تواند یک تحول بزرگ، یک انقلاب بزرگ را در زندگی ما و شما ایجاد کند. مثلا فکر کنید یک فرد می خواهد به بام بالا شود. زینه‌ای که در به خاطر رسیدن به بام است، ما مجبور و مکلف هستیم که امو پله های زینه که هست ما آنها را طی کرده به بام برسیم. نمی‌شود که در شروع زینه هستیم و می‌خواهیم برسیم به سر بام بدون طی کردن راه، بدون پله های زینه. پس به خاطر اینکه ما بتونیم به اهداف خود برسیم، باید زندگی را با اهداف، با کارهای کوچک مهم و مفید روزمره ما شما انجام بدهیم تا بتونیم به موفقیت برسیم. موضوع پنجم مدیریت زمان است. باید ما در رفتارهای خود همیشه وقت خود را مدیریت کنیم. اگر ما وقت خود را مدیریت نتوانیم، پس ما و شما فردی هستیم که ما به فرصت ها نگفتیم. وقت یک فرصت است که هیچگاه نمیتواند دوباره واگشت کند. وقت به گفته از علما طلا خوانده شده است. پس ما و شما نباید آن را صرف چیزهایی کنیم، صرف رفتارهایی کنیم، صرف عملهایی کنیم که هیچگاه برای ما مفید نبوده است. میم دوستان عزیز، روی موضوع دیگر، عادتهای یادگیری، موضوع سوم. عادتهای یادگیری یعنی رفتارهایی که انسان به طور منظم و پیوسته انجام می‌دهد تا دانش و مهارت و فهم خود را افزایش بدهد. مثلا مطالعه روزانه، پرسیدن سوال یا یاد گرفتن از تجربه‌های زندگی خود یا از دیگران. تجربه‌هایی که از خود باشه و از دیگران باشه، از او استفاده کنیم و یک چیزی را از آن کسب و یاد بگیریم. در دنیای امروز فرد موفق، تاثیرگذار، ما به کسی میگوییم که هر روز چیز جدید را یاد میگیرد، هر روز یک مهارت جدید را یاد میگیرد، نه کسی که با دانسته های گذشته روان است و همیشه به دانسته های گذشته خود تکیه میکند. پس حالا میخوایم خیلی کوتاه به همین 5 عادتهای یادگیری اشاره کنم. اگر ما همین 5 عادت اتمی را در وجود خود، در شخصیت خود، در زندگی خود عملی کنیم، میتوانیم رشد کنیم و موفقیت برسیم و در پهلوی از او یک شخص تأثیرگذار و مفید در جامعه باشیم. اولین موضوع عادتهای یادگیری استفاده از بازخورد یا انتقاد پذیری است. ما باید یاد بگیریم تا یک فرد انتقاد پذیر باشیم. توانایی شنیدن نظر، پیشنهادات، انتقاد دیگران درباره رفتارها، کارها یا هم تصمیمات خود بدون ناراحتی و دفاع و سپس کار بردن آنها برای بهتر شدن، رشد شخصی و اصلاح اشتباهات. ببینید دوستان عزیز، دین مقدس اسلام مؤمن را آینه برادر مؤمن دانسته است. یعنی مسلمان ها را آینه یکدیگر دانسته است. زمانی که در ما یک مشکل باشد یا در یک برادر مسلمان ما باشد، به طور خیلی عالی، به صورت خیلی خوب بگوییم تا او از ما ناراحت نشود و او مشکل خود را حل کند. اگر ما میخواهیم در زندگی رشد کنیم، موفق باشیم، باید ما شما انتقاد پذیر باشیم. چیزهایی که از طرف جامعه نقد میگردد، باید آنها را بررسی کنیم و از آنها درس بگیریم و در آینده آنها را تکرار نکنیم. ابن خلدون در یک از کتاب‌های خود میگوید رشد فردی و اجتماعی وابسته به توانایی پذیرش انتقاد و اصلاح اشتباهات است. یعنی زمانی که ما در اجتماع کار را انجام میدهیم، تصمیم را در یک جمع میگوییم، توسط بعضی ها زیر نقد قرار میگیرد، باید همین ها را قبول کرده و برای اصلاح ازی کار کنیم تا بتونیم در آینده همین مشکلات از ما و شما دوباره تکرار نشود، همین موضوعات دوباره تکرار نشود و سبب شکست ما و شما نشود. ابن خلدون میگوید جامعه که انتقاد پذیر نباشند گرفتار رکود جدی و فساد می شود. انتقاد پذیری واقعا رول خیلی اساسی در پیشرفت شخصیت و تصمیم گیری های ما داشته می باشد. موضوع دوم،
مطالعه روزانه است، یعنی اختصاص دادن وقت مشخص هر روز برای خواندن کتاب، مقالات به هدف یادگیری و رشد دانش ذهن خود ما و شما. ما سالها شاهدیم که فرهنگ مطالعه در جامعه ما ضعیف شده است و همین نبود و کاهش مطالعه سبب شده که آگاهی کم شود و نابود آگاهی سبب از این می شود که ما رشد نکنیم. نبود موفقیت در کل، نبود پیشرفت جامعه کشور ما شما وابسته به نبود مطالعه است که ما آگاهی نداریم. ما نمیدانیم که جهان در کجا روان است. ما و شما هنوز هم مصروف چیزهایی هستیم که هیچ مفیدیت به ما و شما ندارد. دوستان عزیز، ما باید فرهنگ مطالعه را در جامعه خود عملی کنیم. اگر میخواهیم که ما پیشرفت کنیم، یک کشور خود اکتفا داشته باشیم، به خاطر آبادی کشور خود کار میکنیم، پس باید ما علم را وسعت بدهیم، مطالعه را زیاد کنیم در اجتماع خود. ملت هایی که امروز در جهان احتیاج هستند خیلی ها به سبب نبود یادگیری و مطالعه کردن است. ببینید دوستان عزیز، جهان سوم کشورهای جهان سوم به کشورهایی گفته می شود که از هر لحاظ یک قدم عقب‌تر و پشت سرتر هستند. ببینید این جهان سوم کی هستند؟ افغانستان شامل جهان سوم است، در کشورهای جهان سوم شامل هست، چون ما از لحاظ علمیت، از لحاظ علم، دانایی، تکنولوژی پیشرفت نکردیم. زمانی که در جامعه مطالعه نبود، آگاهی نیست. زمانی که آگاهی نبود، پیشرفت نیست. زمانی که پیشرفت نبود، دوباره ما با مشکلات روبرو میشیم، با مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و بسیار حتی در زندگی شخصی خود ما دچار مشکلات خیلی زیاد میشویم. دوستان عزیز، مطالعه قوه اصلی انقلاب و تحول در جهان است. مثلا ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم سرمایه گذاری خیلی زیادی و عظیمی روی مطالعه کردن و کسب علم کرد. امروز ما نتیجه همان سرمایه گذاری را میبینیم که کشور ژاپن چقدر پیشرفت کرده است. پس دوستان عزیز، اگر میخواهیم که رشد کنیم، موفق باشیم، باید مطالعه داشته باشیم. موضوع سوم، گوش دادن یا هم یک شنونده خوب باشیم. شنیدن فقط صدا نیست، بلکه فهمیدن و دریافت دقیق معنا و هدف حرف است. زمانی که ما یک شنونده خوب باشیم، همین سبب افزایش درک، یادگیری و تقویت ارتباطات خوب اجتماعی می شود. زمانی که ما و خود فردی که صحبت میکنه با او خوب گوش بدهیم، او احساس میکنه که ما او را ارزش دادیم و سبب ارزش دادن خود ما و شما می شود و در کنار موضوع و انسان خود را راحت احساس می کند. یک از خاصیت‌ها و عادت‌های رهبران موفق در دنیا که اونها یک شنونده خوب هستند. امام غزالی رحمت الله علیه چه زیبا فرموده است: کسی که گوش می‌دهد دانایی می‌آموزد و کسی که نمی‌شنود از یادگیری باز می‌ماند. ببینید، در گوش دادن شاید خیلی ما شما فایده داشته. ببینید، شاید در گوش دادن خوب ما شما بتانیم چیزهای خیلی خوبی را از دیگران ما شما بیاموزیم. موضوع چهارم، بیاموزیم که چگونه یک الگوی خوب انتخاب کنیم. ببینید دوستان عزیز، ما زمانی که الگو انتخاب میکنیم، یعنی ما به رهرو امان فرد قدم میگذاریم، به همان راهی که آن فرد انتخاب کرده به اون ما شما قدم میگذاریم. خیلی از ما و شما، خیلی از افراد در اجتماع افغانستانی در کشور ما و شما الگوهای انتخاب کردن متاسفانه که آنها نتوانستند یک شخص مفید باشند. پس به خاطر این که ما بتوانیم الگوی خوب انتخاب کنیم، باید بسیار دقیق باشیم، چون خدای نخواسته نشود که ما الگوهای ما افراد را قرار بدهیم. الگوهای ما افراد باشند که آنها سبب منفیگرایی در اجتماع هستند، آنها سبب چیزهایی شدند که واقعا الگو گرفتن از آنها واقعا برای ما و شما مفید نبوده و نمیتواند برای ما و شما مفید باشد. موضوع پنجم، ما باید بیاموزیم و با دیگران بیاموزانیم. پیامبر بزرگ اسلام به بار اول که بالایش در غار حرا
وحی میاد با کلمه اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی با خواندن او را مخاطب میگرداند. همان بود که پیغمبر بزرگ اسلام یاد گرفت و همین یاد گرفته های خود را بر بشریت رساند تا ما تانستیم راه روشن، مسیر راست را انتخاب کنیم. رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار و پدر فقیر در کتاب خود خیلی زیبا نوشته است. او میگه که آنچه یاد میگیری به دیگران نیز یاد بده. این کار باعث می شود تا خودت و دیگران رشد کنید. و همین یاد گرفتن از لحاظ دین مقدس اسلام و یاد دادن به دیگران واقعا از اهمیت والای برخوردار است. پس ما باید کسانی باشیم که یاد بگیریم و به دیگران بیاموزانیم. موضوع چهارم عادتهای شخصیتی و اجتماعی است. عادتهای شخصیتی و اجتماعی یعنی چیزهایی که هر روز انجام می دهیم و شخصیت ما را می سازد. یا هم به عباره دیگر عادتهای شخصیتی و اجتماعی یعنی چیزهایی که به دیگران انجام می دهیم و باعث ارتباطات خوب یا بدمون می شود. خب بیایم روی آن پنج موارد صحبت کنیم که عادتهای شخصیتی و اجتماعی کدام هستند. اولین موضوع عادتهای شخصیتی و اجتماعی مسئولیت پذیری است، یعنی کاری که به عهده یک فرد است آن را با تعهد انجام بدهد و از نتیجهش فرار نکند. از نظر علمی مسئولیت پذیری یعنی ارتباط بین عمل انسان و پاسخگویی او در برابر آن عمل است. مسئولیت پذیری یکی از مهمترین موارد در زندگی بشر است. همه جای را کنار بمانیم، حتی در فامیل کوچکی که ما زندگی میکنیم، اگر در بین اعضای آن فامیل مسئولیت هر یک معلوم نباشد، پس ببینید که وضعیت آن خانه چقدر دگرگون می شود و خراب می شود. همین مسئولیت پذیری اگر در اجتماع نباشه، اجتماع چقدر با مشکلات روبرو می شود. اوضاع با هم می خورد، سبب مشکلات می شود. فرض کنید در فامیل یکی از افراد کوچک فامیل مسئولیت سودا آوردن به خانه را دارد. روز مسئولیت خود را فراموش کند، همین یک مسئولیت عادی است. فکر کنید چقدر مشکل به بار می آید. فرض کنید در یک جامعه مسئولیت پذیری نیست. خب این واضح است که سبب خیلی مشکلات. مثلا اول بی‌نظمی و فروپاشی ساختار است. هر فرد مسئولیت خود را نگیرد، کارها نیمه میماند، کارها را دگرگون میکند و سبب می شود که ما شما در جامعه مشکلات به بار بیاد و ما شما دچار مشکلات شویم. عقب ماندگی فردی و اجتماعی، افراد جامعه پیشرفت و رشد نمی کند. اگر در جامعه امین مسئولیت پذیری نباشد، ضایع شدن فرصت هاست. جک ما بنیانگذار علی بابا گروپ، اگر شما زندگی رو مطالعه کنید، واقعا صدها بار شکست خورده. به گفته خودش حتی 30 بار به خاطر شغل پیدا کردن در جاها مثلا ثبت نام کرده کامیاب نشده. حتی در به عنوان یک مسئولیت عادی که یک کارکن رستوران باشه، جک ما قبول نشده است. حتی چندین بار از دانشگاه بیرون شده و قبول نشده است. او میگوید که مشکل از دنیا نیست، من باید خود را بهتر بسازم. فکر میکنم اگر زندگی خیلی از ماها تغییر نکرده، شاید هنوز مسئولیت زندگی خود را ما شما قبول نکردیم. هنوز مسئولیت هایی که به ما شما داده شده است در قبال زندگی ما، با آنها ما شما متحد نیستیم و آنها را با تعهد انجام ندادیم. موضوع دوم صداقت در تمام ابعاد زندگی است. انسان باید همیشه در گفتار، عمل شفاف و بدون فریب باشد. یعنی بین نیت و رفتار هماهنگی وجود کامل داشته باشد. در دین مقدس اسلام یکی از بزرگترین ارزش‌های اسلامی و اخلاقی صداقت است. خالق یکتا چیزی با فرموده است که میگن که از خداوند اطاعت کنید و با راستگویان باشید. از نظر روانشناسان صداقت باعث آرامش ذهن می شود. افرادی که صادق نیستند و دروغگو هستند همیشه دچار تشویش، استرس، اضطراب و فشار روانی هستند. شاید خیلی از ما و شما در کتب یا هم در صفحات اجتماعی قصه چوپان دروغگو رو شنیده باشیم. چوپانی بود که دائما مردم را صدا میزد که بیاید که گرگ آمد و رمه مرا خورد. یک بار، 2 بار، 3 بار عمل تکرار می شود، مردم میان میبینند که نه گرگی است و رمه هم در همان هستند. روزی به واقع گرگ میاد و تمام رمه از او را هلاک می کند.
چقدر صدا میکند مردم نمیآیند، چون او دروغگوست، صادق نیست در اعمال خود، در کارهای خود، در زندگی. همین دروغ گفتن از او، نصادق بودن از او باعث شد که تمام رمی از گوسفندان از او هلاک شود. موضوع سوم کنترل خشم است. یکی از عادتهای خیلی بد در شخصیت یک انسان که نماینگر نقطه منفی در وجود از او است، نبود کنترل خشم است. رسول معظم اسلام می‌فرماید قوی کسی نیست که در زور و آزمایی بر دیگران چیره شود، بلکه کسانی است که وقتی خشمگین می‌شود خودشان را کنترل کند. پس ما اگر می‌خواهیم به عنوان یک فرد در اجتماع زندگی می‌کنیم و شخصیت عالی داشته باشیم، باید روی خشم خود کنترل داشته باشیم. کنترل خشم جامعه را از بحران نجات می‌دهد، احترام می‌آورد، اخوت و برادری زیاد می‌شود و پایدار بودن روابط را مستحکم می‌کند. موضوع چهارم شکرگزاری است. یکی از موضوعات خیلی مهم در اجتماع ما و شما. به گفته از اقبال راهوری میگه همین چند قلم مال که ما و شما داریم باید شکرگزار همی باشیم، قدرش را بدانیم و در پایان از داشته های خود نزد خالق یکتا شکرگزار باشیم. خالق یکتا در سورت ابراهیم آیت 7 چیزی فرمود. ترجمه آیات بر است که اگر شکر کنید نعمت های من برای شما زیاد خواهد شد. اصلا ناشکری سبب خیلی مشکلات جدی در جامعه ما شده است. ببینید زمانی که ما در زندگی شخصی خود را فکر کنیم، ما همیشه بر چیزهایی که دیگران دارد چشم داریم و چیزهای خوب بهتره که ما و شما داریم از آنها ما و شما چشم برداشتیم و آنها را نمیبینیم. پس ببین همین چند قلم مال که داریم، همین صحتمندی که داریم، همین نان که به خوردن داریم، لباسی که به پوشیدن داریم، به همین شکرگزار باشیم. موضوع آخری، موضوع پنجم، ارتباطات مؤثر است. قرآن عظیم الشان به صراحت به این موضوع اشاره کرده است که با مردم با نیکی سخن بگویید. همین سخن گفتن نیک باعث ارتباطات مؤثر و خوب می شود. یک از دانشمندان می گوید مهارت و داشتن ارتباط عالی اصلا کلید موفقیت است. پس برای اینکه ما بتونیم یک شخصیت عالی، یک شخصیت تاثیرگذار، یک فرد که در اجتماع واقعا رشد کرده باشیم، پس ما نیاز به ارتباط مؤثر و خوب داریم. خب دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته ما که روی موضوع بسیار اساسی، روی موضوع 20 عادت اتمی برای رشد و تاثیرگذاری در جامعه صحبت کردیم. برای دیدن برنامه‌های بعدی ما کانال یوتیوب فرازکست را سابسکرایب کنید. الله حافظ و نگهدار شما.